میدونین وقتی شما به یه نمایشگاه خودرو مراجعه میکنید و بهشون میگید به طور مثال آقای اگر یک پژو پارس مثلا مدل 94 تمیز و خوش قیمت با مشخصات خوب و ویژگی‌های ظاهری و ایناش همش درست باشه، مدارک و همه چی تکمیل، اگر همچین موردی پیش اومد یه خبر بدین من میخوام، میدونین چه اتفاقی میفته پشت پرده و سیستم کلا نمایشگاه‌های اتومبیل چطور هستش در مورد خرید و فروش ماشین؟ حالا ممکنه خیلیاتون بدونین ولی شاید بعضیا ندونن. من اینو میخوام یه توضیح بدم. ببینید هر ماشینی که مراجعه میکنه به نمایشگاه خودرو برای فروش 3 تا اتفاق میفته، یعنی 3 حالت مختلف داره. 1، اگر خیلی اون ماشین خوش قیمت باشه، مثلا فروشنده خیلی پول لازم باشه، یا خدمتتون عرض کنم که اطلاع دقیقی از قیمت خودروش نداشته باشه و قیمتش رو خیلی پایین گفته باشه، یعنی یه اختلاف خیلی زیاد با اون نرخ مثلا متعارف بازار باشه، این ماشین حتما میرسه به شخص مدیریت نمایشگاه. پس اولین ماشینی که خوش قیمت، خیلی عالی قیمتش و خیلی پایینه به هر دلیلی از طرف فروشنده، این ماشین برای مدیریت نمایشگاه هستش. این 1. 2، اگر قیمتش از اون حالتی که خیلی عالی و درجه 1 و خیلی قیمتش پایینه و مناسب برای خرید هست، اگه یک کم بالاتر باشه و مدیریت نمایشگاه نخوادش و اصطلاحاً از اون حالت شکار در بیاد، میرسه به کی؟ میرسه به اون دلال ها، البته عذر میخوام این لفظ رو به کار میبرم، به اون واسطه هایی که تو هر نمایشگاه اتومبیل معمولاً 2-3 نفری هستن. پس خوش قیمت عالی اوکازیونه میرسه به شخص مدیریت نمایشگاه، یک کم از اون بالاتر میرسه به اون واسطه هایی که تو اون نمایشگاه فعالیت میکنن زمانی که مدیریت اون ماشین رو نخواد و دست نذاره باشه. 3، اگر مدیریت نمایشگاه و اون واسطه هایی که تو اون نمایشگاه هستن نخواستنش، یعنی مناسب نبود برای خرید این 2 نفر، مدیریت نمایشگاه تلفن رو برمی‌داره و زنگ میزنه به شمایی که بهش گفتین آقا اگر یک پارس با این مشخصات اومد یه خبر به من بده، من میخوام. فهمیدی چی شد؟ پس مدیریت نخواد، واسطه نخواد، میرسه به شما. اگر فکر کردید ماشین خیلی خوش قیمته و خیلی شرایطش عالیه، یه حرفای من یادتون بیاد. روز خوش، خدا نگهدار.